خدایی که در هر لحظه و همه جا حواسش به ما هست. سلام، من ساینا باقری هستم و قرار امروز لحظاتی رو با هم باشیم. هر آدمی با هر میزان از انگیزه و توانایی یه هدفی داره که دوست داره خیلی زود بهش برسه. از تکرار یه سری از چیزا خسته میشه ولی پا پس نمیکشه. من اینجوریم، تو اینجوری. اگه کسی گفت اینجوری نیست، بدون یا تلاششو نکرده یا راستشو نمیگه. میدونم الان خسته، میدونم الان امید نداری، ولی اینو بدون تو تنها کسی نیستی که این حسا داره. خیلی‌ها با وجود اینکه خسته و ناامید بودن، برای رسیدن به هدفشون تا پای جون تلاش کردن. حالا میخوام به عنوان حرف آخر این رو بهت بگم، اینکه هرگز خودتو فراموش نکنی و به خاطر دیگران عوض نشی. خیلی ممنونم که مثل همیشه همراه گرم و صمیمی برنامه‌مون بودید. تا یک برنامه دیگه، خدا نگهدار.